الو داداش، دهنت سرویس. این دختره چی بود به من معرفی کردی؟ و این دختر نبود که تو راه داشتیم میرفتیم باغ، هی اصرار وایس من دستشویی دارم. بعد رفت دستشویی دیدم داره سر پا میشاشه، فرار کردم. دو جنسه بود یارو. دختر مگه سر پا میشاشه آخه؟ آره. بعد هیچی دیگه، فرار کردم. حاجی پاچیدن از خنده. بیا خانم این سگمون نگیر مازر. همون سگ میگیره. بله. چطوری؟ کجایی تو معلومه هست؟ میره کجا؟ خیلی نگرانتم. ماما آدرس بده، نفرستم دنباله. میره کجا؟ جسی آدرس بده. جسی ماما نه جسی با تو باشه. آدرس اسب سفید رستم چه رنگی بود و اسم صاحبش چی بود؟ اسب سفید رستم آبی بوده. راهنماییشون نکن. چه رنگی؟ آبی بوده. اسب سفید رستم چه رنگی بود و اسم صاحبش چی بود؟ آبی بوده. یه بار دیگه سوالو میپرسن ازتون. بله. اسب سفید رستم چه رنگی بود و اسم صاحبش چه بود؟ مراد این سخت رنگش ولی اسم صاحبش من تاریخ نخوندم زیاد دیگه. اسم صاحبش چیه؟ اسم صاحبش خب بگی. صاحب اسب رستم مجید بوده. بابا نه زن خوبه. چیش خوبه؟ زن آینه. نه من دیگه زن نمیگم پسر. بابا رفتیم همون یه دونه صابونم نذاش. خانم ببخشید، عذر میخوام، ببخشید. بدبخت